اگر زن در حالت خود گذاشته نشود، ادعای اعتراض میکند که حقوق بشر نقض شد، حقوق بشر پایمال شد، اما این را فراموش کردند که قبل از دین مبین اسلام هیچ کس برای زن ارزش قائل نبود، حقوقشان پایمال شده بود، برایشان کسی میراث نمیداد، زنده به گورشان میگذاشت. اما زمانی که خورشید دین مبین اسلام در این کره زمین تابید، آن را از حقوق فوق العاده برخوردار کرد. از زن با حجاب شیاطین میترسد، از زن با حجاب منافقین میترسد، از زن با حجاب یهود میترسد، از زن با حجاب نصارا میترسد. خلاصه از زن با حجاب کفار روی زمین میترسد. چرا؟ به خاطر که اونها درک کرده میداند که زن با حجاب اولاد مجاهد را در روی زمین تقدیم میکند و تربیه میکند. زمانی که مجاهد در روی زمین تربیه شد، جای برای شیاطین نمیماند، جای برای منافقین نمیماند، جای برای کفار نمیماند، جای برای یهود و نصارا نمیماند. آمدن از این آدرس زن را به ستر میکنند، زن را به حجاب میکنند. پروردگار عالم میگوید ای مسلمان، این دشمنان الله، این دشمنان اسلام از این آدرس وارد کشورهای اسلامی شدند. اگر زن در حالت خود گذاشته نشود، حقوق بشر پایمال می شود. ای مسلمان، از زن بی حجاب، از زن بی ستر دشمنان الله خوشحال می شود. دشمنان الله این را دوست ندارد که زن مسلمان با ستر باشد. دشمنان اسلام این را دوست ندارد که زن مسلمان با حجاب باشد.